من زند اومدم بی غم زند اومدم. منم همین 2 سال پیش دور علافی رو خیت کشیدم و بنده راست و ریست خدا شدم. حسن 3 سال از من جوونتره. 3 سال مادر. 3 تا بهار، 3 تا یخبندون، 3 تا برگریزون، 3 تا عرق چکون. میخوای من چی بهش بگم مادر؟ او گوشاتو واکن ببین چی میگم. خوشحالم از این که میبینم اونی که به همه چی رسیده منم نه تو. چیزی که من دارم تو با همه ثروت و مکنتت نمیتونی به دست بیاریش. خانم آمنه کسی اینجا پذیراییتون خیلی سرد بود. خیلی معذرت میخوام. مهم نیست، اصلا مهم نیست. یه سطل آب که قابلی نداره. راستی شوم چی داریم ها؟ چی میخوای داشته باشیم؟ آبگوش ننه جون. به عالیه جون ننه. خیلی واسخاطر این آبگوش خودشونو میندازن تو رودخونه. خیلی خوب برو اتاق یارو برو جونم. از تا بغلم کن بذارم رو زمین. نوکر والدتون سیاه بودش میبخشین. مگه سرکار خودتون پا ندارین؟ دیشب چطور بود؟ گفته بودم که خوب مالیه. قرار نبود ایجوری بخوایش. دست و بالتم میگیره. گرفتاری سخته. توی ماشینیم ولی شاد و غزل خون میرویم. دست جمعیمون به سوی شهر تهران میرویم. هرچه پیش آید خوش آید ما که خندون میرویم. خب حالا دیگه با عزتون ما خوشا تازه دخترم شرمده. سلام علیکم. بعد از مرگ زنم اغلب تنها برسم. ماشاءالله. خدا بهتون ببخشید. مغزه منو ببخش که تو رو یاد این موضوع انداختم. اما به هر صورت هنرمنده. حالا هر طور میخواد باشه، هنرش که فرقی نمیکنه. راست میگی؟ بله معلومه. منم اینو همیشه به مامانم میگم. حسن اون دست تو از جیبت خالی بیار بیرون. میخوام هیچی تو دستت نباشه. حسن دستتو بیار بیرون. 2 تا 4 تا باش. میخوام دست خالی تو ببینم. بیارش بیرون. فقط سفارش من بهت اینه که قدر مادر رو بدونی. اون تو زندگیش خیلی زرد کشیده. قدرشو بدون. حبیبی غم اومده با دل خودم اومده. اما هرچی سعی کردم که یک کار پردرآمدی گیر بیارم که بلکه بتونم با نامزدم عروسی کنم متاسفانه جور نشد. عجب، چطور جور نشده؟ جوونی مثل شما زورمند و با قدرت فکر میکنم همیشه براش کار باشه. بفرمایید آقا. متشکرم. بله کار که هست، ولی من میخوام یک کار پردرآمدی داشته باشم تا بتونید با نامزد عزیزتون عروسی کنید. یهو میبینی زنی را میخوای که داشه جلو رود بغلش خوابیده. وخ حیحات، یا باید من اول کنی و دیگه چشت به من آخوره یا اونم. منم دیگه ایجوری که شد کاری با شما ندارم. تو چش هم که نگاه برادری معنا نداره. من میام خواستگاری اما کی باور میکنه؟ همه شهر میدونن بابا شمال بچه تخت محل جزو مرغا نمیره. مگه بابا شمال از زن میگیره؟ بسیار خوب. سرکار الیه به بنده افتخار میدن که دعوتشون کنم به یک کافه. نه متاسفم. چرا؟ کی فکر پول و فرونم آخه پسر قارونم. میدونم و خوب میدونم داشتم از تنهایی دق میدم. دیگه تنها نیستی. به من کمک کن دخترمو پیدا کنم. تو دخترتو پیدا میکنی، بهت قول میدم. حالا دیر وقتی خستم هستی، پشو بریم فردا صبح دست به کار بشیم. پشو قربونتم. میبرم تا آبادیمون. اگر زرم گفت همان هستی که به دارت میکشم، یرم گفت نیستی برت میگردانم. را بیفت. الحمدلله که از شر میمونی خلاص شدم و سور نمیدم. درسته محسن خان، این منم که باید سور بدم. اسم منو از کجا میدونی؟ عاطفه.
شما. اما از کجا اسم منو میدونی؟ محسن شیرازی، صاحب کلاس تعلیم پیانو. آخه من محافظ جون اون هستم. محافظ برای چی؟ مگه اون آقا چی کاره است؟ نمیدونم. من فقط اینو میدونم که محافظ اون هستم. نوع کارم هم که خودت میتونی بفهمی. نشونش رو صورتم. مگه چه عیبی داره؟ یه لبخند تو مرهم تمام این زخماست. من برای خاطر تو خودم با آب آتیش میزنم. اما خودش خوب میدونه که ما اونا از رود کنه. درش آوردیم بیرون آوردیمش توی خونه. شما برو تو مرشد. 100 دفعه بهت گفتم با این جماعت نشست و برخواست نکن. نه حیا تو چششونه نه رفاقت تو کتشون. مرشد جمع جورش کن ببر خونه. با عزت مرشد. خدا. اما تمام رنج‌های دنیا به قدر اون یه لحظه‌ای که ستاره ناامید از خونه من رفت نمیشه. خانم من روسیام نمیدونم چطور شد سرتون انداخته بودیم پایین و یعنی حواستون نبود. حواس منم نبود. خیلی بد شد. باز ببخشین. یه کاری کردم که تا عمر دارم یادم نمیره. یادتان باشه اونها که به ده ما زدن نه دوستای گوسفندن که دشمنای انقلابن. چرا که ما یه ظالمه بیرون کردیم و رو پای خودمان وادادیم. انقلاب دشمن دارن. پس تا ما تو راه حقیم دشمنای ما بیکار نمیشه. غزل که میگفتم اینه. خوب نگاش کن. راست میگفتم رولا. داداشت که میگفتی اینه؟ آره. تو نمونه خوب نگاش کن. شابلوت 1000 ساله نمیتونه سایش کنه. شاید خوشگلیش فقط تو تاریکیه. آخ برم راننده رو اون کلا جودنده رو گاز و فرمونا ببین شور و حال بنده رو. تا هوا تاریک نشده همه باید جمع شیم نزدیک هم که باد و طوفان نتونه به کسی صدمه بزنه. هر طور شده باید یه چرت بخوابیم. هر کی برای خودش یه چاله بکنه و توش بگیره بخوابه تا شنا نتونن از ما تپه درست کنن و زیرش مدفون بشین. من همیشه بازنده بودم. بهتره بریسی خودت. دختر ما هنوز بازنده نشدیم. ما فقط کاری را از دست دادیم. همین. هنوز خوشگلی. هنوزم صدات معرکه است. تو هر کافه‌ای هم که بری بهت کار میدن. منم هنوز انقدر تو بازون قوت مونده که بتونم یه کافه دیگر اداره کنم. قند دارم، اوره دارم، چربی دارم. تو که این همه چیز داری پس وضعت خوبه. پس چرا می‌خواستی خودتو بکشی؟ نکنه تجارت قند و خوره و چربی می‌کردی ورشکست شدی ها؟ وقتی داری میمی حرف منو میفهمی. دنیا با همه زشتیش موقع رفتن قشنگ به نظر میاد. بگو تو از جون من چی میخوای؟ گفتم تو دخالت نکن زن. ببینم عبدالله تو اگه این پولو بگیری شرت کنده میشه یا بازم هر روز میخوای یه ساز دیگه کوک کنی؟ ماشین سواری خوبه به شرطی چون من پردراری پیش نگارت یهو سردراری با بیقراری. یکی پس از دیگری چند تا از ما کنار رفتیم و همیشه این سوال بود که چرا باید که بالهای ما قیچی بشه. کار ما کار هنری است، کار ذوقی است. یک کسی که 30 سال 28 سال در این قسمت کار هنری و ذوقی کار کرده یک مرتبه بالهاشو بچینن یا دست پاشو قطع بکنن، اون هم در جمهوری اسلامی به نظر من انصاف نیست. ماها هر کدوم اون تعداد انگشت شماری که در این سینما بودیم در واقع تاریخ سینما هستیم. هیچ کس نمیتونه اسم ما رو پاک بکنه چون در قلب یک این مردم نوشته شده اسامی ما. به هر صورت حق داریم که بگیم در این سینما سهمی داشتیم.